درود بیننده های گرامی، امروز صحبت خواهیم داشت با استاد رستم وهاب زاده، شاعر مردمی تاجیکستان، سردبیر مجله ادبی ملی صدای شرق و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان. چگونه شد که شما به عالم شعر علاقمند شدید و مرحله های شاعری شما چگونه بوده است؟ ما در خانواده با ادبیات و شعر توجه پیدا کردیم، شوق پیدا کردیم، چون که مثل اکثریت خانواده های تاجیکستان در خانواده ما هم کتابخوانی، کتاب ادبیات بدیعی رواج داشت. خصوصا پدرم که شاهنامه میخواند و حالا هم که نزدیک به 100 سال دارند، همیشه با مطالعه شاهنامه مشغولند و تقریبا تمام شاهنامه رو قریب که حفظ میدانند و دیگر آثار ادبی رو همچنین مطالعه میکنند، آثار منظوم و منثور. و در مکتب های ما هم ادبیات و خصوصا آثار بزرگان ادبیات کلاسیک ما به طور مفصل آموزش داده میشد. محیط ما محیط شعر بود، اون طوری که استاد زنده‌یاد میرزا ترسونزاده فرمودند که تاجیکان طبیعتاً شاعرند. این یک واقعیت است که آنها همیشه با شعر انس و الفت دارند و در دیدگاهشان، جهانبینیشان و معاشرتشان همیشه شعر حضور دارد. ما هم خب البته ابتدا تشویق شدیم از همین دیدگاه و زمانی که در دانشگاه ملی تاجیکستان در دانشکده ادبیات تحصیل میکردیم، این شوق و این گرایش به یک کاری بیشتر جدیتر و عملیتر تبدیل شد و خصوصا شرکت در محفل ادیبان جوان دانشگاه که این محفل تقریبا همسال دانشگاه است و در حوزه کرسی نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی از ابتدا گردان بوده است، با سروری منتقد بسیار شهرتمند تاجیک صاحب تبر و رحیم مسلمانیان پروفسور دانشمندی برجسته ادبیات شناسمان و دیگر استادان، استاد زنده‌یاد شریف جان حسین زاده. خلاصه که یک محیط بسیار زنده و پرشور ادبی بود که ما هم در آنجا به نحوی به عنوان شاعر شناخته شدیم، قبول یافتیم و از سالهای دانشجویی شروع کرده اشعار ما در مطبوعات جمهوری دیگر چاپ میشد. میدانیم که سالها شما در دانشگاه ملی تاجیکستان سروری محفل ادیبان جوان را بر عهده دارید. کار این محفل چگونه بوده است و الان در چه وضعیتی قرار دارد؟ بنده در مرحله دوم کارم در این دانشگاه که از سال 2007 می شود آن را حساب کرد، مسئولیت این محفل را عهدهدار شدم و اینجا یک گروه جوانان بسیار اشتیاقمند به شعر و ادب گرد آمدند که یک نوع محفل خودجوش هم بود، خیلی شوق علاقه رغبت داشتند به کار ادبی و ما توانستیم که در همین حوزه همین محفل دفتر شعری نخستینی چندین نفر از اعضای این محفل را به چاپ برسانیم. ریاست دانشگاه هم بسیار حمایت میکرد از این محفل و هفته‌نامه دانشگاهی به قلاهای دانش 2 صحیفه خود را هر هفته به نوشته های نخستین اعضای این محفل اختصاص میداد و در آنجا پیوسته چاپ میشدند و در نهایت اینها جمع الجمع دیگر دفترهای نخستین شعری این دانشجویان را تشکیل دادند که امروز خیلی از آنها شاعران خوبی شناخته شده کشورمان هستند، از جمله طالب لقمان که فکر میکنم در این سبقت هم حضور خواهند داشت. خب بزرگ مهری تاج‌الدین، بزرگ مهری بهادر، شهریار عالمی
ابراهیم جان دوستالی زاده، وحدت دایخدا، شاه بگیم، ملک شاه و چندین نفر دیگر از دانشگاه‌های دیگر هم حضور داشتند. محفل با همان شکوفایی و شادابی که در ابتدای فعالیت دانشگاه کانون پرورش استعدادهای بسیار درخشان از قبیل استاد مؤمن قناعت، استاد گل رخسار، خب سید علی معمور، گل نظر، رحمت نظری و دیگر شاعران سرشناس ادبیاتمان بود، با همان نیرو و با همان فعالیت و کار خود ادامه داد. در زمینه تشویق و تعلیم شاعران جوان از چه راهکارها و شیوه های استفاده میکنید؟ البته کار محفل کار عملی است. ما محفل رو گرد میاریم، در آنجا اعضای محفل اشعار تازه خود را قرائت میکنند. البته قسمت نظری هم دارد، مثل درس، یک درسی عملی شعرشناسی، نظریات مهم شعرشناسی، خب به طوری که میگویند بدیهیات این فن تدریس می شود، گفته می شود و بعد اعضای محفل نمونه های آثار خود را قرائت می کنند و بحث و بررسی اطراف این نوشته ها با حضور فعال همه اعضای محفل صورت می گیرد که در نتیجه ما در این محفل نه تنها شاعران را پرورش می دهیم، بلکه ادبیات شناسان و منقدان شعر هم پرورش می یابند، تربیت می گیرند. حالت و وضعیت شعر امروزی فارسی را در سه کشور همزبان چگونه می بینید و شعر امروزی تاجیکستان در چه حال قرار دارد؟ خب البته من فکر می کنم که همه حاملان صاحبان زبان فارسی، تاجیکی، دری به شعر علاقه ویژه و مخصوص دارند. همیشه شعر در این کشورهایی که صاحبان این زبان به سر میبرند حضور فعال و شکوفا داشته است، حضور روشن و درخشان داشته است و امروز هم چنین است. ما از رسانه های گروهی این را مشاهده میکنیم، خصوصا از رسانه های مجازی این فعالیت ها را میبینیم، ولی تا هنوز اون ارتباط ادبی که بین این همزبانان در کار آفرینش ادبی هست به حد آرمانی البته نرسیده است، اگرچه وجود دارد. من خودم 6 سال پیش به نام بوی جوی مولیان با همکاری و سرپرستی انجمن شاعران ایران و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تذکره 100 سال اخیری شعر تاجیکی رو، فارسی رو تدوین کردیم و به چاپ رساندیم و در اینجا تقریبا 60 تن از شاعران سرشناسی تاجیک با شروع از استاد صدرالدین عینی تا جوانترین شاعران امروز آثارشان معرفی شده است و همین گونه در تاجیکستان تذکره اشعار شاعران ایران و افغانستان چندین مراتبه در چندین مجلد به چاپ رسیده است. چه کارهای چشمگیر برای نزدیکی و آشنایی بیشتر شاعران سه کشور انجام شده و شما چه پیشنهادات در این زمینه دارید؟ البته همایش ها، سیمپوزیوم ها، بزرگترین همایشی که در تاریخ ادبیات ما با وقوع پیوست سیمپوزیوم جهانی شعر فارسی یا شعر نو بود که سال 1967 در دوشنبه برگزار گردید و در آنجا بزرگترین نمایندگان ادبیات هر سه کشور گرد آمدند و نظریات سودمند خود را درباره ویژگی‌های تحول شعر و شعر نو که پدیده تازه بود و بحث‌های شدید پیرامون آن در جریان بود گفتند، ابراز داشتند و بنیاد نظری شعر نو هم در همین سیمپوزیوم گذاشته شد. 3 سال پیش همزمان با جشن جهانی نوروز در تاجیکستان باز دوباره سیمپوزیوم جهانی شعر فارسی تاجیکی برگزار گردید
و با دعوت رسمی از مقامات عالی حکومت تاجیکستان نمایندگان شعر و ادب تاجیکی فارسی دری از سراسر جهان در این جشن حضور داشتند و این نوروز شعری تاجیکی فارسی دری بود و خیلی نتیجه های ماندگاری داشت. چیز دیگری که همین گونه تداوم ارتباط و شکوفایی رابطه های ادبی ما و شعری ما را تأمین میکند همین نشریه های منتظم تاجیکستان هستند که مثلا یکی از آنها نشریه ملی ادبی صدای شرق است که بیش از 90 سال دارد با تأسیس در سال 1924 با نام دانش بینیش 27 ببخشید با نام دانش بینیش، بعد رهبر دانش، بعد برای ادبیات سوسیالیستی، بعد شرق سرخ و امروز از سالهای 60 تا امروز با نام صدای شرق یکی از وسیله های تأمین ارتباطی فعال و منتظم ادبی ما بوده است. مثلا تنها از خود شاعر زنده یادمون شاعری تاجیکستان و ایران ژاله اصفهانی تنها در حدود همین مجله هایی که در بایگانی ما باقی ماندند 50 مورد انتشاری آثار گرانبهای ایشان مشاهده می شود و خیلی از صاحب سخنان ما را قلمکشان ما را در حوزه ادبی ایران و افغانستان می شناسند. مثلا همین مجله هایی که ما گفتیم مجله های ادبی که در تاجیکستان برای معرفی شعری همزبانانمان در طول 90 سال گذشته خدمت کرده است و با کسب استقلال تاجیکستان فرصت و میدان معرفی این ادبیات باز هم وسعت بیشتری پیدا کرده است. می توانند همین گونه نشریه ها دنبال این کار را بگیرند در ایران، در افغانستان، در جای دیگر و همچنین ما می توانیم یک مجله مشترکی داشته باشیم که به طور مداوم هم در فضای مجازی هم به صورت کاغذی این مجله منتشر شود. خب البته استادانی هستند در این حوزه ها که به گونه این کارها رو کردند و کرده ایستادند. شناخت شما در مورد ژاله اصفهانی یا ژاله بده چگونه که در تاجیکستان او را به این نام میشناسند چگونه است و ژاله اصفهانی در محیط ادبی تاجیکستان چگونه معرفی شده است و چه شناختی از او ما داریم؟ البته ژاله اصفهانی رو در تاجیکستان شاعر خودی میشناسند، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و سالهای طولانی رو ایشان در تاجیکستان و همچنین در مسکو به سر بردند تا آنکه به اروپا هجرت کنند و ایشان هم خودشون رو شاعری تاجیک میدونند در برابر شاعری ایران بودند و آشنایی خوب دارند. محیط ادبی تاجیکستان و عموما خوانندگان تاجیکستان از آثار و شخصیت ژاله اصفهانی آگاهی خوب دارند، اطلاع خوب دارند و من اینجا که گفتم در قسمت پیشتر صحبت که تنها در نشریه ملی ادبی صدای شرق در 50 شماره در طول این سالها اون چیزی که البته ثبت شده است در دست ما است، خیلی بیشتر از این باید باشد، در 50 شماره ما اشعار ناب و زیبای ژاله اصفهانی را در صحیفه های این مجله داریم که این حجم یک کتابی ضخیم رو تشکیل می‌دهد، یک کتابی پرصحیفه رو میتواند تشکیل دهد و در آینده که ما در سال آینده در صدد تجلیل 100 سالگی این شاعر نامور تاجیکستان و ایران یا ایران و تاجیکستان هستیم، انشاءالله که بتوانیم این کتاب را به چاپ برسانیم. حالا برای نمونه که تا چه اندازه ژاله اصفهانی با تاجیکستان و ادبیات تاجیک پیوند دارد، ارتباط دارد، با تاجیکستان و ادبیات تاجیک دلبستگی دارد،
در آخرین نمونه که از اشعار گران ارزش ایشان در صحیفه های این مجله چاپ شده است، اون رو من خودم از دفتر آخرین ژوله اصفهانی تا آنجا که برای ما دسترس است تهیه کردم با نام شکوفه های زمستانی و با نوشتن یک مقدمه پیشگفتار مختصر با این اشعار که فکر میکنم برای خلاصه کردن گفته های ما خواندن همین پیشگفتار مختصر و منظور بینندگان گرامی کردن عکس این اشعار بهترین حسن تمت این صحبت خواهد بود. خواننده تاجیک با نام و آثار ژوله اصفهانی، ژوله بده یا ژوله اصفهانی به خوبی آشنا می باشند. این شاعر مهاجر ایرانی مثل استاد لاهوتی پس از مهاجرت از میهن اصلی ایران تاجیکستان را به عنوان میهن دوم خود اختیار نموده و دوست داشته بود. ژوله بده عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با ادیبان و نشریه های تاجیکستان آشنایی و همکاری دائمی داشت و تقریبا تمام آثارش در این نشریه ها در تاجیکستان به چاپ رسیده است. شعر ژوله شعری ساده و روشن و سرشار از روحیات شادزیستی و امیدواری به آینده فرخ و فرخنده می باشد. ژوله اصفهانی که بار زندگی دشواری را روی شانه های نازکش همه عمر کشیده ولی شهامت یک انسان فرزانه و آزاده را در وجود خود حفظ نموده است، با دردهای بشر بیش از هر کسی آشناست و سراینده این دردها نیز هست و فکر میکنم که همیشه باید که در حوزه شعر ژوله همین نوع شعر ترغیب و تشویق شود. شعر زندگی، شعر مقاومت، شعر ایستادگی، شعر آرزومندی، نه یأس و افتادگی و بدبینانه. ژوله بده که تا آخر عمر به مجله صدای شرق همکاری میکرد و حتی از غربت از اروپا و اخیراً بعضا یک مورد از ایران هم با نام و نسب ژوله سلطانی اشعار خود را به صورت دست نوشته به عنوان مجله صدای شرق ارسال می نمود، در مورد محبت خود را به این مجله با چنین شعری صمیمی بیان فرموده است. صدای شرق کهنسال بوده صدها قرن، ندای دانش و شعری که مانده جاویدان، صدای شرق نوین نغمه های آزادی است. صدای شرق تو زین هر دو یادگار بمان، بسا نمودیم از خوابی صبح دم بیدار، که خیز و با همه هستی به زندگی روی آر. بسا به گوشی تو خواندم نوای شادی و غم، بسا ز پندی حکیمانه شدم محکم. صدای شرق درودی مرا، سلامی مرا، امید پاکی مرا، بهترین پیامی مرا، رسان به شاعر فردا که بعد من آید، به بلبل که بدین جاویدان چمن آید. این پیامی ژوله است که برای صدای شرق و برای همه خوانندگانش و خصوصا برای شاعران نسل امروز و فردا داده شده است به این شیوایی و صدای روشن و بلند و امیدوار کننده. اینجا که از استاد عینی یاد کردن ژوله که در همراه استاد لاهوتی دو ستون ادبیات نوین ما رو تشکیل دادن، استاد عینی با مشاهده نخستین اشعار ژوله اصفهانی بعد مهاجرتشان از ایران در یکی از روزنامه‌های باکو آذربایجان به سراغ ایشان افتادند و ایشان را با نامه به تاجیکستان دعوت کرده بودند. استاد عینی یعنی دعای تبرک استاد عینی را هم ژوله دریافت کردند.